بود بردارم بوشورم بیارم برای شوهرم. بعد یه لحظه چشمم افتاد توی چشم یه پرتقال. بعد همینجور چشم به چشم شدیم، به شوهرم نشون دادم، گفت که چیزی نیست. تا اینکه امروز صبح خیلی هم دلم گرفته بود، نشسته بودم داشتم اسباب کشی میکردیم، وسایلام جمع میکردم، یه لحظه چشم به چشم خوردم به چشم پرتقاله، گریه کرد، منم گریه کردم و الان توی چشماش داره میشه پر از اشک. بله. رفتم سیب خریدم یه هفته پیش، الان لب در آورده، ترسم بدزدنش، زبون در آورده فوش میده. اینم پرتقالای خونه ما دارن گریه میکنن، ما هم باشون چش تو چش شدیم، کلی گریه کردیم. دوست داشتم برای شوهرم رفتم توی یخچال میوه بیارم، یه دفعه این پرتقال رو دیدم، با این صحنه روبرو شدم، خیلی هم غمناک بودم، خیلی هم حالم بد و الانم داره دستام میلرزه. این پرتقال چشم داشت، چشم وا کرده بود و داشت اشک ازش میومد. توجه فرمایید ببینید اینم داره الان ازش اشک میادش، داره دستام ساسیما منو نبرید داره اشک ازم. دونی لیمو هم استاده بودم، لیموها رو بردم گذاشتم تو یخچال، امروز که رفتم یکیشون در بیارم بریزم تو غذا نگاه کردم دیدم امو لیمو دماغ در آورده. این فکر میکنم نشانه خیلی خوبی باشه. دماغ در آورده، چیش تو چیش من نگاه میکنه، میگه امو من دماغم گندن، ای کرونا بگیرم چیه ماست